عنوان یا سرتیتر هست سوال کردن از امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه که چون بود که برخون همچومنی مظفر شدی و شمشیر از دست انداختی و مرا نکشتی، چرا که ذهن یهودی این بود که اگر دشمن زیر پا قرار بگیرد باید له بشه. او به عقل خودش میسنجید، به ترازوی عقل خودش وزن میکرد. اما ذهنیت و فکر مولا علی خدایی و پیغمبری بود که انسان نباید زبون بشه، ذلیل بشه، بخصوص برای اغراض شخصی خود بسیار محدود و کم و کوتاه هستند. یک جانبه برای خدا اگر تمام دنیا بره حیثیتی ندارد. برای خود شخص حتی حضرت مولانا عبدالحمید زاهدان میفرمان ما راضی نیستیم که از بینی یک یهودی یک قطره خون بچکه بدون برای فایده شخصی غرض دنیایی، اما برای خدا اگر جان خود هم بره مشکلی نیست. این فهم نبوی و پیغمبری و آن فهم انسانی و یهودی. اینجا هم حضرت مولانا این داستان را برگزیده است. نکات بسیار جالب است، چون که یهودی ها به دنیا خیلی میچسبند و احرص الناس علی حیات. چی از حافظی آیه؟ یهود از همه مردم حریص‌ترند به زندگی دنیا با پول. مولانا اینجا این داستان رو خیلی دقت کرده و انتخاب کرده است، داستان علی و یهودی پهلوان را. یعنی چی؟ یک طرف همهش ذهنش به روی منافع دنیایی و لذات زودگذر و طرف مقابل مولا علی که الان این هیچ توجه و عنایتی به منافع و لذات زودگذر و لحظه‌ای دنیا ندارد و چشمش بر منافع و لذت‌های دائمی و جاودانی دنیا و آخرت است. لذت جاودانی چی است؟ قرب خدا و در دنیا که آنی در دنیا قرب خدا، معرفت خدا و محبت الله و منافع آخرت رضای الله. از این حاصل می شود چی؟ بهشت، رضای خدا. این دوتا متضادند. چی هستند دوتا؟ متضادند. سوال کردن از امیرالمؤمنین یعنی سوال کردن همان مبارز از امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه که چون بود که بر خون همچومنی مظفر شدی، کامیاب شدی، موفق شدی، تحت کنترل گرفتی و شمشیر از دست انداختی و مرا نکشتی. این هم سوال هم هست و تعجب و اعجاب هم هست، حیرت و حیرانی هم هست، از ویرانی به آبادانی هم هست. گرفتی حافظی؟ پس بگفت آنا مسلمان ولی از سر مستی و لذت با علی. بعد از این جریانها آن مسلمان تازه مسلمان ولی یعنی چی؟ از مصاحبت و از گذشت و از حلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه، بزرگترین دشمن اسلامی و دینی و علوی و بزرگترین کسی که به دنیا حرص داره مسلمان میشه و بعد از مسلمان شدن ولی. اما بعد از مسلمان شدن دوست خدا میشه. بله. خب بعد از مسلمان شدن چی می؟ ولی این تنها
یهودی نیستش، جادوگران و ساحران فرعون هم لحظه‌ای با احترام و اکرام ذره‌ای که به پیغمبر خدا حضرت موسی علیه السلام کردند مسلمان شدند و ولی شدند و آماده به مرگ شدند. یعنی چی؟ آماده شدند که زندگی لحظه‌ای را بفروشند و بدل بکنند و عوض بکنند به زندگی جاودانی و شادمانی. زندگی چی؟ جاودانی و شادمانی. عجب چیزیه. پس بگفت آن نو مسلمان ولی از سر مستی و لذت و علی، یک نوع نشاط داشت و یک لذتی هم داشت. و یک لذت این بود که از مرگ نجات حاصل کرد، ولی این لذت مسلمان بودن و این لذت ولی خدا بودن این چیزی دیگری بود. با علی پس بگفت آن نو مسلمان ولی از سر مستی و لذت با علی، که بفرما یا امیر المؤمنین تا بجنبد جام بتن همچون جنین. آقای حافظی، جنین یعنی بچه‌ای که در شکم مادر هست بهش میگن جنین. این بعد از 4 ماه روح میگیره. بعد از این که روح میگیره یک نشاطی با آفتاب پیدا میکنه و هر زمانی که این که روح میگیره در شکم مادر حرکت میکنه جنین، و وقتی که روشنی و تپش نور بتابه این خیلی لذت میبره کوچولو تو شکم مادر. الان میگه من اول جسم بودم، مثل که 4 ماه قبل جنین جسم فقط، و الان روح دینی در من آمده. اون روح که بوده اول روح حیوانی هست، روح انسانی نیستش. روح حیوانی بوده، انسانی هم بوده ولی مائل به طرف خرافات بوده. الان روح مائل به طرف معلوفاته. قبلا چی بوده؟ به طرف خرافات جهتش، و الان تغییر جهت کرده به طرف چی آمده؟ معلوفات، مانوسات. و چی بینگه؟ مانوسات و معلوفات بینگه. که بفرما یا امیر المؤمنین تا بجنبد جنبتن همچون جنین. یعنی جانم، روحم، روانم در تن و کالبدم به وجد و به رقص در بیاید از خوشی لذت معرفت الله. کل مثنوی معنویت هست، روحانیت هست، و همه مثنوی شرح اولین شعرش هست. بشنو از نچون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. 7 اختر مرجنین را مدتی می کنند ای جان به نوبت خدمتی. این حروفچینی پاکستانی هست در کتاب ما و شما. یک برنامه نرم افزاری به نام امپیج هست. خوبیش این است که نستعلیق است، اما مرتب سازیش مثل نرم افزار ورد فارسی و عربی و انگلیش نیستش. البته نرم افزاری ورد یا میکروسافت آفیس که زیر مجموعش ورد هست، میدانی ورد را که می نوشتی تویش نوشتاری فارسی و عربی از انگلیسی بهتره. انگلیسی ها درست کردم. چرا؟ که در انگلیسی هر حرف جدایی کشیده نمیشه. در عربی و فارسی این هم اعجاز قرآنی هست، کشیده میشن، منظم میشن. با زیاد نریم در کامپیوتر هم آقا. 7 اختر مرجنین را مدتی میکنن ای جان به نوبت خدمتی. البته این مرتب سازی در نستعلیق اردو نمیشه. حتی این منظم سازی خود وردش بکنه نستعلیق ایران داریم یک فونتی خطی، اونجا هم مرتب سازی کشیده نمیشه. البته یک نرم افزار جدیدی درست کردن تهران به نام میر عماد مریم، این کشیده میده. و یک دیگه نستعلیقی بوده به نام چریپا و یک نستعلیق دیگر هم بوده به نام کل.
ایرانی خیلی در خط نستعلیق ذوق دارن و خطات بزرگ هم دارن، از پاکستانی هم عمیق‌تر. 7 اختر مرجنین را مدتی میکنن ای جان به نوبت خدمتی. اینجا به نوبته، نگاه کنید اشتباه نوشته، نبود نوشته، با جلوتره، اما عاقلاً تا یه نقطه نمیگردن. 7 اختر مرجنین را مدتی میکنن ای جان به نوبت خدمت. مولانا الان مثل ما شما که منتقل به کامپیوتر شدیم، این عصر ما شما هست، مولانا منتقل چون که از جنین آمد به فلکیات، چون که خورشید به فلکه، به فلکیات ذهنش منتقل شد و مولانا در علم قرآن، حدیث، فقه، لغت و حتی نجوم، حتی به بازی های که زمان بودن تنها معلومات نه بلکه مهارت دارد. این امت محمد یک معجزه حضرت مولانا جلال الدین بلخی هستش. این یک گوهر قیمتی در اسلام موجود هست، اما بعضی از مسلمانان نه استفاده نمی کنند بلکه نمیگذارند دیگران استفاده بکنند. 7 اختر مرجنین را مدتی میکنن ای جان به نوبت خدمتی. همین جنین که تو شکم مادر هست، بچه کوچکتر شکم مادر هست، از نظر نجومی این است که 7 سیاره اثر اندازن در جنین. این علم نجومی است که ما نمید. خب اگر اثر بعض مؤثر واقعی الله، مثل واکسین ها زمان حاملگی میزنن، بعد اینا مؤثرن دیگه برای رشد بچه و برای سلامت بچه، اما مؤثر به ذات نیستن، مؤثر به ذات الله ہے. پس اینجا هم مولانا معاذ الله چون به نجوم رفت چیزی نجوم های هستن فال میگیرن، اینها چیز خوبی نیستن چون شیاطین القا میکنن. این را اسلام منع کرده. و اما این علم نجوم که الان کل دنیا ماهواره میفرسته به کره ماه و مریخ، همینا هستند اینجا اختر فلکی مریخ، اینا زهره. مولانا میفرمایند 7 اختر مرجنین را مدتی میکنند ای جان به نوبت خدمتی. به نوبت به نوبت هر یکی مریخ و زهره و نمیدانم فلان و فلان اینا خدمت جنین را میکنند نوبت به نوبت. گرفتیم حافظ جی؟ 7 اختر مرجنین را مدتی میکنند ای جان به نوبت خدمتی. چون که وقت آید که جان گیرد جنین آفتابش آن زمان گردد معین. معین مددگار، کمک. چون که وقت آید که جان گیرد جنین، وقت آید که حین 4 ماه کاملش باشه برای جنین، آفتابش آن زمان گردد معین. اون زمان آفتاب خورشید کمکش میکنه به جنین. یعنی چی؟ اینجا یک تشبیه است، فقط منظور مولانا تشبیه است، چندان علوم نجومی مقصود مولانا نیستن. این است که اول اگر من با فلان و فلان حاکم و سردار نمیدم دمدار همراه بودم، الان با مثل همون قبل از روح بودم، این کال بود بودم، روح حیوانی همراه بود، اما این روح نبوی پیغمبری علوی تو جسمم نبود. الان که روح گرفته دیگه اونا حیثیتی ندارن، اونا نمیتونه مرا خدمت بکنن. الان نوبت علی هست که مرا راهنمایی بیشتر بکنیم تا از این آفتاب شما روح من شاد بشه و به وجد بیاید. چی بیاید؟ یعنی روح من وجدی باشد، نجدی نباشد. روح من چی باشد؟ نجدی نباشد. خب
چون که وقت آید که جان گیرد جنین، آفتابش آن زمان گردد معین. چون جنین را نوبت تدبیر رو، از ستاره سوی خورشید آید او. وقتی که نوبت بزرگتر جنین برسد، از خدمت ستاره رو می آورد به طرف آفتاب و خورشید. الان من همراه بودم با فلان سردار و فلان کلاهدار و فلان چیز، اول گفتم سیاستدار و فلان دار و فلان دار، حتی دمدار. الان اینا لیاقت و توانایی اشباع و سیرابی من را ندارن، چون رشته اونها نیستش و توانایی آنها نیست. چون جنین را نوبت تدبیر رو، یعنی آید، از ستاره سوی خورشید آید او. این آیده که اینجا خودش آمده از همین یعنی فعل اینجا هستش. چون جنین را نوبت تدبیر رو، یعنی به یک تکمیلی برسد، از ستاره سوی خورشید آید او. معلوم می شود که این سردارها و این چیزدارها هم در امور دنیا مفیدن، مثل که اختر برای قبل از رو گرفتن جنین معین بودن، اما در قسمت روحانیت و معنویت و رسیدن به خدا اونا که رشتهشون نیست. این چونین در جنبش آید ز آفتاب، کآفتابش جان همی بخشد شتاب. این جنین جشتا نوشت چونین عقلا بر پی نقطه نمیگردم. این چون اونجا پاکستانی بودم، من نسخه آوردم اینش که نکلسون بیشتر یک چاپ ایرانی هست، محققش آقای نکلسون هست. نکلسون معتمدترین نسخه ایرانی هست، اما خیلی از شعرها را حذف کرده که در این نسخه حضرت ثانوی موجودن. این چونین در جنبش آید ز آفتاب، این جنین در جنبش آید ز آفتاب، کآفتابش جان همی بخشد شتاب. آقای حافظ اینجا از نظر ادبی حضرت مولانا یک در مختصر المعانی که فن معانی و بدیع هست آمده، آرایه بسیار زیبایی بکار برده که هر کس تو ذهنش نمیاد. اینه که یک بیت هست مرکب از دو مصرع. این جنین در جنبش آید ز آفتاب، کآفتابش جان همی بخشد شتاب. یک بیت هست که اولش این چونین در جنبش آید ز آفتاب مصرع هست، کآفتابش جان همی بخشد شتاب مصرع دوم هست. و در عربی این دوتا را میگن مصرعین یا مصرعان، این دوتا مصرع. و مصرع در عربی همین لنگه در را میگن. زمانهای قدیم دو لنگه در را همسان درست میکردن، الان بزرگ کوچکش میکنن. یعنی این مصرعین در منظم مرتب وزنش یکی باشه. او هم یک بحث جداگانه است. پس اینجا آرای این است که مصرع اول را با آفتاب تمام کرده و مصرع دوم را از آفتاب شروع کرده. این خیلی چیزیه. این جنین در جنبش آید ز آفتاب، این جنین روح که الان تازه، چون که بچه شکم که در شکم هست جنین، این یک چیزی تازه دیگه انسان یا حیوان، حتی فیل و آهو همش بچه هایش جنینش به چی محبت دارند و رشد میگیرند؟ خورشید. الان من که تازه متولدم نیستم، تو شکمم. این چیز مولانا عجیب تشبیهاتش.
این جنین در جنبش آید ز آفتاب، کافتابش جان همی بخشد شتاب. آفتاب سبب می شود که بیشتر روحیه بگیرد بچه. امروزه پزشکان توصیه می کنند که زنان باردار بیشتر به آفتاب بشینن و اگر به آفتاب ننشینن همون بچهش مریض میشه که ما شما میگیم زردوی. زردوی چیه در فصل میدونیم یا نه؟ این که زرد میشه چی میشه؟ مریض میشه. و توصیه میکنم روزانه متولد پزشکان که حداقل 20 دقیقه صبح 20 دقیقه ظهر روی خورشید بگذارن آفتاب. نگاه کن مولانا چقدر پیتاب این چونین در جنبش آید ز آفتاب، کافتابش جان همی بخشد شتاب. مثل این که مولانا همچنان در علم نجوم مهارت داره و در علم ادبیات اینقدر مهارت داره که از آریه ها طوری استفاده میکنه که هر کس و ناکس سر در نمیاره. در پزشکی هم اطلاعات کافی داره مولانا، چون در ابتدا هم در داستان کنیزک هم گفت که پزشکی آمد اونجا، طبیبان و پزشکان و حلیلا و نمیدونم زردا و نمیدونم فلان و این چیزا اون زمان. بس این یک اعجازیه در امت محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت مولانا جلال الدین بلخی اون زمان قدیم من خیلی تعجب میکردم دکتر اقبال لاهوری چرا اینقدر فریفته و عاشق مولانا جلال هست. که مولانا جلال یک صوفی بوده، بیشتر چی بوده، چند تا داستان را سر به سر کرده و پیشده مردم چی داده، ذهنم همین بود. خیلی تعجب میکردم این دکتر هست، فیلسوف هست و روشن فکر هست و اندیشمند هست و از دانشگاه کمبریج لندن فارغ شده. چرا دیوانه اون دیوانه؟ من تعجبم چی بود؟ چرا این دیوانه فریفته اون دیوانه؟ چرا که مولانا دیوانه خدا هست، اما دیوانه هوشمند. دیوانه چی؟ عقلمند. این چونین این جنین در جنبش آید ز آفتاب، کافتابش جان همی بخشد شتاب. الان که مثنوی را میبینیم اوه مولانا در علوم پزشکی، در علوم طبی، در علوم فلسفی، در علوم نجومی، حتی در علم شطرنج چیزهایی رو میگه مردم شاخ در بیارن. چرا شاخ در بیاریم؟ لازم نیست. ولی فهمیدیم واقعا اقبال حق داشته که دیوانه مولانا بشه. مولانا قاسم خدا حفظش بکنه پیامکی هم برای من فرستاده بود که ارادت خود را نسبت به مولانا کرده بود و هم از یک شعری از خود اقبال آورده که نسبت به مولانا کرده. اگر تازه پیامت پیدا بشه برای شما و شنونده محترم پیامک مولانا را هم بخوانیم که مولانا که اینقدر ذهین و زیرک و مفتی هست مولانا قاسم و در عربی خیلی مهارت داره، در معرف القرآن را به عربی ترجمه هم میکنن. فریفته حضرت مولانا هستش. اینه از اقبال آوردن دکتر اقبال لاهوری. من چی گویم وصف عالی جناب، عالی جناب یعنی مولانا رومی بلخی. من چی گویم وصف عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. کتابی مشابه با پیغمبران دارد، کتابی مشابه با پیغمبران دارد. این شعر اقبال است، مفتی صاحب خودش درست نکرده است. مولانا اینجا یه دوتا اسم هم نوشته از علمای عالم اسلام، اسمش نمیبرم. بعد نوشته قدس سره آیا فلان و فلان و خیلی از بزرگان دیگر چونین اسراری گشوده اند
چونی اسرار رموزی مثل مولانا گوشیدن همزه استنکاره، یعنی نه. رحم الله الجمیع، رحم الله الجمیع. من مفتی صاحب را جواب دادم، اگر جواب تازه گیر بیایه این کلیپ را هم برای شما بگذاریم. به مولانا من جواب هم دادم، ولی اگر او بیاید این هم به شما نشان بدیم بخواهیم. حتی جواب من به مولانا از نظر پیامک این بود: آفرین بر احساسات زیبای شما، بالکل الهامی کتاب ہے، عقل کل سے بری ہوئی. اینجا من نوشتم بالکل الهامی کتاب ہے. این گفته حضرت سید ابوالحسن علی ندوی هست که متفکر دنیا هست و عربا خیلی استفاده میکنن. و یک لکچر داده آقا حضرت مولانا ندوی رحمت الله. لکچر میدونی؟ لکچر انگلیسی و اردو هست و عربیش میدونه محاضره و فارسی مثلا درس دانشگاهی کلاس کنفرانس چیش میگن؟ کنفرانس. یک لکچر محاضره داشته در چی؟ جامعه دمشق، دانشگاه دمشق و در مورد شخصیت ها سخن گفته. در مورد مولانا هم یا گفته یا نوشته در رجال الفکر هست. رجال الفکر در مورد مولانا جلال الدین یک مقاله بسیار وسیع و مثنوی را هم بررسی کرده به زبان عربی بسیار شیوا. من خواندم، لذت بردم و نوشتم هم چیز خلاصه گیری در مجله الصحوه هم چاپ شد که عربی هست این مجله. خب بریم آقا. این چی چیز ظاهر که ما رو نمیگذاره که ما به مولانا برسیم. این عشق مولانا هست و عشق میکشه. فهمیدی یا نفهمیدی؟ این جنین در جنبش آید زافتاب، کافتابش جا همی بخشد شتاب، از دیگر انجم به جز نقشی نیافت. انجم جمع نجم، نجم به معنای ستاره، ستاره ستاره، نجم کبرا. از دیگر انجم به جز نقشی نیافت. این جنین نقش میگیره اما روح نمیگیره، کالبد میگیره. از زهرا و نمیدانم که فلکیات و مریخ و الان بیشتر شدن این چیزا که کشف کردن، نکتل و پردن و همینطور اسمهایی دارن. از دیگر انجم به جز نقشی نیافت. این چونین تا آفتابش بر نتافت. این چون تا آفتاب نره نقش کامل نمیشه. اگر روح بچه ضعیف بشه جسمش هم ضعیف میشه و برای جسم هم مفیده، برای روحش هم مفیده. اجا این مولانا تعجب میکنه که جنین حیوانی یا انسانی در پرده هست، در شکم هست، مادرش لباس هم پوشیده، بعد هم شاید که زبستان باشه کت هم پوشیده، تاریک هم هست، زیر پتو هم هست. جنین از چه راهی به خورشید یا خورشید از چه راهی به جنین؟ این چی جوره؟ این عجیبه. مولانا عقلش وسیعه. میگه از کجا از کدامین ره تعلق یافت او، در رحم با آفتاب خوب رو. این در رحمه، عقل نداره، حس نداره. جنین چطور راه پیدا کرد به خورشید که این برای من سودمنده؟ این یک چیزی مثل دو تا چرپیک برو برگشت نداره، تجربه هستش. پزشکان تاییدش میکنن. این عجیبه که الان ما که بزرگ هستیم نمیدانیم، کوچولو میدانیم. این چی؟ هدایت ربانی. استادی داشت میگفتم هدایت به دو نوعه: هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. هدایت تکوینی اجباریه، خواه نخواه الله مجبورش میکنه. و هدایت اختیاری شرعیه، کسی بخواد اختیار بکنه پیغمبر را، حتی خدا را اختیار بکنه یا انکار بکنه، اختیارش. سزا و جزایش روز قیامت. مولانا
طارق جمیل بارها میفرمایند اگر یک گربه کوچیکی تازه متولد شده کسی بهش آموزش نداده این را ببرید تیربرگ همون بالایش بگذارید شب تا صبح یا صبح تا شام روی همین ایستاد نمیفته. میگه کوچولو یک ساله انسان را تو یک تختی که 1 متر در 2 متر بگذاری نیم ساعت نمیگذاره که میفته. چرا این مادر پدر داده بهش اونا رو هدایت کرد. یا اگر به این لاین بریم به این خط بریم که این خودش یک دریا هست سخنرانی میشه باز درس نمیشه میخوام درس بشه میدونه از کدامین راه تعلق یافت او در رحم با آفتاب خوب رو در رحمه و چند تا پرده هستش اون پرده خودش داره پرده رحمه پرده شکمه عقل شعور نداره. این تعجب اعجاب مولانا ممکن چندان تعجب نکنید این خصوصیت تنها یک جنین انسانی حیوانی است که عقل شعور هم توش هست. میگه جمادات چطور تعلق پیدا میکنن به خورشید جمادات سنگ این هم یک چیز علمیه این را که میشناسن زمین شناسان بیولوژی میگن چی میگن همین چیزی زمین شناسان. خب زمین شناسی خودش یک فنی رشته الان مولانا از نجوم رفت به چی زمین شناسی نه تنها زمین شناسی بلکه معدن گوهر شناسی. از کدامین راه تعلق یافت او در رحم با آفتاب خوب رو از ره پنهان که دور از حس ماست آفتاب چرخ را بس راه هست. میگه از راه های پنهانی که ما متوجه از حس ظاهری ما حواس خمسه چشایی ترتیبی بویایی بینایی شنوایی عربی چی ذائقه شامه باصره سامعه باز لامسات که عموم بدن لمس میکنه گرمی و سردی اما بیشتر چون دست آزاد هر جا راه میره با دست لمس میکنه و دست لمس میکنه سرده یا گرمه هرچی با چشم نگاه بکنیم معلوم نمیشه سرده یا گرمه با بینی نگاهش بکنیم سردی و گرمی مشخص نمیشه. گوش بکشیم گوش صداش نمیاد سرده یا گرمه کل بدن حساسه لمسه دست بزنیم روی سر بگذاریم روی بدن بگذاریم احساس میکنیم سرده یا گرمه. دیگه حواس خمس ما ناتوان نمیدانند از چه راهی خورشید اونا راه پیدا میکنه یا اونها به خورشید راه پیدا میکنه. این از هوا بالا سر حواسه چیه؟ یک اعطا و القای خدایی هست. از ره پنهان که دور از حس ماست آفتاب چرخ را بس راه هست. بسیار تنهایی نیستش. آن رهی که زر بیابد قوت از او زر طلا اگر خورشید نباشه سنگه ها طلا نمیشه از خورشید قوت میگیره. شاید که اونجا معدن‌ها سایه را بردارن که طلا عیارش بالاتره والله اعلم. خدا مولانا گفت این از حواس ما شما بالاتره وقتی که از حواس بالاتر بسه از عقل هم بالاتره چون عقل از حاسه میگیره. گرفتی حافظی؟ آن رهی که زر بیابد قوت از او غذا میگیره زر طلا و آن رهی که سنگ شد یاقوت از او یاقوت از خورشید قوت میگیره. اول سنگ معمولیه هزاران سال خورشید او تپش میده باز همون سنگ میشه چیه او طلا شد که کل اقتصاد عالم جهان و زیورات زنان و بعد این چی یاقوت شد سنگ همون از کمک خورشید و چیه توی انگشتر میگذارن جاهای دیگه میگذارن تو گردن بند میگذارن خیلی براقه یاقوت لال. آن رهی که سرخ سازد لال را لال عجب چیزی من رفتم جواهر فروشی گفتم نگاه تو اینترنت هم شکل نگاه کنم خیلی براقه سرخه
خیلی دلنشین چسبناکه. چیه؟ از امداد و تأثیر خورشید مؤثر واقعی الله. نگاه کنید انتقالات مولانا را. یک سوال آقای مبارز کرد، از سوالش سخنی، از سخن دیگر سخنی، از سخنی دیگر سخنی. بعد اگر مولانا خودش کنترل نمیکنه میگه 70 مثنوی میشد. این تکلف هم نیست، تواضع هم نیست. آن رهی که سرخ سازد لال را، وان رهی که برق بخشد لال را. برق چی؟ لمعان، درخشش لال را. لال موجوده ولی اگر درخشش زیاد نباشه ضعیف. آن رهی که پخت سازد میوه را، وان رهی که دل دهد کالیوه را. تمام میوه ها، درختان، گیاهان اکسیژن میگیرند از چی؟ خورشید. انسان اکسیژن میگیره از خورشید. اگر خورشید نواسه اکسیژن که مورد حیات حیوانات و نباتات و درختان تمام میشه. بس چیه؟ نیتروژن. نیتروژن ضد اکسیژن که مثلا آتش اکسیژن میخواد، بازم خورشید میخواد. انسان برای نفس کشیدن اکسیژن میخواد. و اگر یک جای آتشی باشه، الان توی همین کپسولای کوچک اینا نیتروژنه. یعنی چی؟ در منزل اکسیژن هست، آتش میگیره. اون نیتروژن که خفه کننده هست میپاشن، آتش توانایی پیدا نمیشه، خورشید دفع شد یا تاثیرات خورشید دفع شد. یعنی کل خونسازی انسان هم از همین اکسیژنه توی چی؟ کبد. خب الله تعالی در ذهن ما و شما هم چیزهایی به برکت و فتوفیل حضرت مولانا وارد میکنه، ورنه ما کی هست. آن رهی که پخت سازد میوه را. میوه را، درختانی که طرف خورشیدن بیشتر خرما میدن، بیشتر ثمره میدن. مولانا طارق جمیل همینطور، ما هم داریم چیزای خورشید میتفه اونا بیشتر محصول میدن، و طرفایی که انبایی که خورشید نمیتفه اونا کم. من خودم نخل دارم، طرفایی که این بر هستن که خورشید میتفه بیشتر میدن. نگاه کن چقدر. یعنی چی؟ ای مولا علی، وقتی خورشید اینقدر میبخشه، تو که خورشید معنویت هستی، این خورشید محدود به یک زمین هستش، به فلکیات هست. خورشید نبوت بالاد از اینه. به همین خاطر گفتم که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چی هست؟ پروانه شمع نبوت. چرا که نبوت از این خورشید وسیع میگیره. باری تعالی خورشید اینجا گفتنش ایرادی ندارد. شاید یکی ایراد خدا رو خورشید گفتم، چرا خودش میگه مثل نوره کمشکاتن. بخانش حافظی المصباح کوكب دوری. اینجا هم خورشید و معنی نورش لیس کمثله، خودش که هست. یعنی چی؟ راهنمایی خدا یک روشنیه. خدا میگه کتاب نازل کردیم که نور داره. نور همونه. نور از چیه؟ از منبع کیه؟ منبع خدایی هست. بعضی هستن مخشون چپیه. چیه؟ مخشون چپیه. نه این چه لذا این گمراه شد، کافر شد. چرا گفته نور چی؟ خورشید. آن رهی که پخت سازد میوه را، وان رهی که دل دهد کالیوه را. کالیوه حیران. راهی که یک انسان اولا کاملا حیران تعجب. ما خودشون اینجا حیران هستیم که خورشید چطور راه پیدا میکنه به جنین، جنین چطور راه پیدا میکنه به خورشید. الله دل میده بابا من هست. مولانا کل این بین پرانتز بود. باز برمیگرده به طرف سوال مبارز. بازگو ای باز پر افروخته، باشه و باسائدش آموخته. واگو کن، بازگو کن ای علی، تو باز پر افروخته ای. بازی هستی، مرغ باز که پرهای باز هستن که پرواز بکنید بری به عالم ملکوت و از اونجا معانی و معارف و محبت و قرب و خدا را بگیرید بیایید اینجا.
و تو با خدا اینقدر نزدیکی، خیلی نزدیک هستی که با شه و با سعیدش آموختی، اونجا دربار خداوندی شما مانوس هستی و خداش دوست شما هست و شما دوست خدا هستی. یحبهم و یحبونه. که اون آیت چی حافظی؟ مؤمنان خدا را دوست دارن و خدا مؤمنان را دوست دارن. دوستی از تقابل میشه، طرف مقابل دعوا که یک طرف میشه، ولی عموما دو طرفه. در وقت از یک طرف میشه یکی دیوانه یکی میشه و حاصلش نداره، مثل مجنون و لیلی. بازگو ای باز پر افروخته، باشه و با سایدش آموخته. بازگو ای باز اون قاگیر شاه، ای سپاه اشکن به خود نی با سپاه. اینجا مولانا کمال نه بلکه کمال خان کرده سپاه را در ابتدای مصرع و بعض هم در مصرع بعدی و تقریبا به معناهای متفاوت. اینجا کمال نیستش، از مولانا چی هست؟ کمال خان. بازگوش بکن ای باز اونقاگیر. اونقا یک مرغ افسانوی هست، یعنی کسی که این را شکار بکنه در فارسی هم هستش بهش میگن هما، یه چی سیمرغ. سیمرغ. بازگو ای باز اونقاگیر شاه، ای سپاه اشکن به خود نه با سپاه. تو یک سپاه را شکست میدیش، سپاه اشکن هستی نه با سپاه، که تو خود چی سپاهی با تو همراه تنها. اینجا شاید بفهمن که مولانا اغراق کرده، مولانا از راه بدره. نه، مولانا این قرآنه. ابراهیم چی گفت؟ امتون. الان ابراهیم تنها هم هست و ابراهیم چی هم هست؟ امت. یادت هست حافظی آیت که حضرت ابراهیم را امه گفت؟ ان ابراهیم کان امتا. حضرت ابراهیم را امت میگه. پس اینجا حضرت مولانا حضرت علی را امت گفتن، یک لشکر گفتن. ابراهیم از یک لحاظ یکیه و از یک لحاظ امتی. امت گروه را میگن، یعنی چی؟ کار امت را میکنن. حضرت سید ندوی رحمت الله علیه میفرمند یک دوستی داشت، بلکه طلبه‌ای داشتیم، خیلی شکوه بود و ذهین بود. گفت که آنچه که در هندوستان ایک آدمی کرتا ہے اسی کو यूरोप में एक आदमी करता है। जो काम एक आदमी करता है वही काम एक आदमी करता है। एक आदमी नहीं एक शख्स, मिस सैयद नदवी। एक आदमी हमा एक आदमी एक चंद नफर जमع میشن روی یک کار میکنن، کار علمی. یک آدمیش میگن کاری که در هندوستان یک عالم انجام میده، او را در انگلستان یک آدمی نمیتواند انجام بده. خیلی چیزا هم میاد از بالا، الله تعالی الهام میکنه به برکت مولانا. سید ندوی رحمت الله علیه در سید ابوالحسن علی ندوی نه بلکه سید قطب مصری در مقدمه در قصص النبیین جلد اول نوشته. سید قطب میفرمایند که وزارت تعلیم مصر یک اکادمی علمی درست کرد که شما قصص النبیین به زمان پسران بنویسید، انبیا را، پیغمبران را. ما نوشتیم هم، من هم بودم جزو هیئت، اما واقعیت و اعتراف اینه که سید ابوالحسن ندوی قصصی که نوشته بود از ما بالاتر بود. پس نوشته یک آدمی از یک آدمی بیشتر شد. و مولانا هم این قصص را من چجور نوشتم؟ منتظر قطار بودم، بلیط گرفته بودم، اونجا نوشتم. منتظر ماشین بودم، اونجا نوشتم. شما خواندی، من درس دادم به. پس حضرت علی یک آدمی هم هست و یک آدمی هم هست. چی هست؟ یک آدمی هم هست و یک آدمی هم هست. بازگو ای باز اون قاگیر شاه، ای سپاه اشکن به خود نی با سپاه. حافظی این طلب شما هست چیزهای وارد میشه. امت وحدی یکی و 100,000. امت وحدی یکی هستی و 100,000 هم هستی. بازگو ای بنده بازت را شکار. بگو الان ما تو ما را شکار کردیم. الان ما قبلا به جنگ آمده بودم، قبلا به تنگ آمده بودم، الان به محبت و الفت رسیدم. ما را شکار کردیم.
همینه که امت محمد صلی الله علیه وسلم با اخلاق سر تا سر دنیا شرف حاصل کرده. الان به تازگی کلمه از سید ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه خواندم و پیامک کردم برای علما، حتی برای مولانا نظیر احمد سلامی هم پیامک کردم. اگر پیدا شد این کلیپ را برای شما بگذارم چجور یک آدمی هست، چجور یک آدمی هست. خب اینه مولانا سید ندوی می فرماید همین قطعی طور پر معلوم ہے ان کے اشارہ هست جونپوری مرید سید احمد شہید ہاتھ پر 1 کروڑ آدمی مسلمان ہوئی، پورا بنگلہ دیش ان کے ذریعے راہ راست پر آیا. یعنی چی؟ یعنی من به طور قطع اطلاع دارم، زنی نیستش، که یکی از مریدان حضرت سید احمد شهید به نام برکت علی جونپوری، حضرت سید احمد شهید او را ماموریت داد که برود به بنگلادش، اونجا مردمان راهنمایی. کل بنگلادش از همین 1 نفر مسلمان شد، برکت علی. این هم برکت علی هست. اینجا درس هم از که هست؟ علی. بس تعجب میکند آقای که یهودی مبارز در محل قهر این رحمت ز چیست، در محل قهر این رحمت ز چیست. الان محل قهر تو مرا بکشی، اژدها را راه دادن راه کیست. من مانند اژدها بودم، مسلمان را اذیت و آزار میکردم و شما هم خشم گرفته بودید و الان که آب دهان و آب لعاب گذاشتم بیاد خدو باز مرا رها کردی. خیلی جای تعجبه. در محل قهر این رحمت چیست؟